برای همه ما تو زندگیمون یه جایی، یه فرصتی پیش اومده که خیلی وقت بوده منتظرش بودیم، اما یا نشده یا نرسیدیم و از دستش دادیم. شرح این قصه جانسوز و شهریار اینجوری میگه که ماه هم آمد به در خانه و در خانه نبودم. خانه گویی به سرم ریخت چون این قصه شنودم. آن که میخواست به رویم در دولت بگشاید، با که گویم که در خانه به رویش نگشودم؟ آمد آن دولت بیدارو، مرا بخت فرو خفت. من که یک عمر شب از دست خیالش نغنودم. آن که میخواست غبار غمم از دل بزداید، آوخ آوخ که غبار رهش از پا نزدودم. ای نسیم سحر، آن شمع شبستان طرب را گو به سر می رود، از آتش هجران تو دودم. به غزل رام توان کرد غزالان رمیده، شهریارا غزلی هم به سزایش نسرودم.